کمک رساندن در عوض همخوابگی. امروزها غیرت و ناموس مسلمانی در مردان این امت باقی نمانده است. در جامعه امروزی بعضی نفرانی هستند که اگر زنی از او کمک طلب کند حتما او را به همخوابگی دعوت می کنند، او را به زنا دعوت می کنند. زنهای شوهردار و بی شوهر برایشان فرقی ندارد، خصوصا با زنهای مهاجر که در عین محتاجی وقتی بی پول و بی جا میمانند و کمک میخواهند، چون این نوجوان مردان فاسق به آنها پیشنهاد همخوابگی میکنند، آنها را به زنا دعوت میکنند. متاسفانه بعضی زنها پیشنهاد آنها را قبول کرده به زنا میروند. پناه به خداوند. خطاب من به چنین نوجوان مردان است. ای نوجوان مردان فاسق، وقتی از محتاجی و ضعیفی یک زن سوء استفاده کرده او را به همخوابگی دعوت می کنید، او را به زنا دعوت می کنید، بعد از این شما خود را کی می حسابید؟ باز هم خود را مرد می حسابید؟ خطا می کنید. مردی این نیست که نام مردانه و لباسهای مردانه در بر داشته باشی. مردان واقعی چنین کار زشت را هرگز انجام نمیدهند و به مثل شما با چنین پستی و فرومایگی هرگز نمی روند. آیا شما فراموش کرده اید که مسلمان هستید و انسان مسلمان چنین کار زشت را انجام نمی دهد؟ مگر مسلمانی شما همین است؟ وای بر حال شما ای فاسقان. اگر چنین پیشنهاد به همسر و خواهر و یا مادر شما کرده شود، خود را چگونه حس میکنید؟ براستی که شما جوانمردان واقعی را بدنام و شرمنده کرده اید. این را بدانید که زنا قرض است و آن را همسر و دختر و یا خواهر و مادرت پرداخت می کنند. از الله در حق زنان بترسید. اگر کمک می کنید به خاطر الله کمک کنید، ورنه هرگز چنین پیشنهاد حرام را به زنان مسلمان نکنید که خداوند کسی را بی جزا نمیماند. دیر یا زود غضب پروردگار دامنگیرتان می شود که آنگاه پشیمانی سودی ندارد.